اسکندری، عاطفه صادقی و نوید رهنمون در توافق. مترجم شهرام زرگر. میکس و افکت گذاری کسرا اسکندری. طراحی پوستر عسل پناهی. دستیار کارگردان مریم هندیانی. کارگردان نرگس صفدریان. آنتوشا کجایی بابا؟ کنه طول سگ ما نسان جا تو ظلمات. بیا اینجا، بیا بابا جان من. میخوام درباره یه موضوع حیاتی باید اختلاط کنم. البته اگه کمتر اون کلاهی که تو دستته بچلونی و نقرو چه بری. خیلی خوبه. چطور بگم؟ ما هممون یه دوره نوجوانی داریم که باید پشت سر بذاریم. خانم بعد پدر بلا بیدور. ببینم درد و مرض خاصی داری که ما بیخبریم. چه شده؟ نمیدونم چرا. وحشت خودشه. به جان خودم این همون وحشت بلوغه. من وقتی مثل تو پشت لبم تازه سبز شده بود همین حس حالو داشتم. مگر هیچ وقت به سن من بودین؟ من از شکم مامانم بیرون اومدنی همین قدی بودم. بچه ما رو باش. ببینم حدس بزن اولین دفعه که با یه زن طرف شدن چند سالم بود؟ مگر با زنی هم طرف شدین؟ نه پس تو رو لک ها واسمون آوردن. معلومه که طرف شدم. همه اونایی که بعدا پدر شدن توی زندگیشون بالاخره یه جایی با یه زن طرف شدن. فقط با همون یه زن؟ معلومه که نه. خدای من سب کن ببینم. تو هیچ وقت راجع به همچین چیزایی با رفقات صحبت نمی کنی؟ چرا پدر؟ یه جوی میشم وقتی حرف میزنن. بیا خیلی خوب. حالا اگه الان تحریک نمیشی و کار دستمون نمیدی یه 4 کلم حرف حساب درباره این موضوع باهات دارم. آنتوشای بابا، کارآموزی تو مکتب عشق دینیه که مردا برای ورود به عرصه تجربیات زناشویی باید ادا کنن، وگرنه واسه چند سالی از عمر گرانبهاشونو پای کورمال رفتن اگر بگن. باور کن. من بعدم نمیاد یه چند ثانی و همینجور جلو برم. آنتوشا جان من دیده اون دهنتو نگوشا. میگه اینا جزئی از مراحل مرد شدنه. اولش تا راه رفتن رو یاد گرفت، بعدش هم حرف زدن. الان هم که وقتش این چیزا رو یاد بگیری. مطمئنی پدر من که اون جدوان و رفتن و حرف زدنم بعده؟ اینم از وقتی گج و گوله منه. پیشونی نیست که تخت سیاست. بگذاریم. ببین بالا بری پایین بیای نمیشه این قضیه رو بیشتر از این پشت گوش بگذاریم. خوش ندارم تو انتظار مرد شدن تو انقدر معطلم کنی تا گیس و دندونمون یه رنگ بشه. حالا مثل بچه آدمیزاد راه میفتی و میری اولین معاشرت عمیق با یه خانم رو تو زندگی تجربه میکنی. یا واسه همیشه از مردی ساقطت میکنم و حالتو جا میارم. چطوره؟ گمون نکنم این دو برای هیچ زن نجیبی باشه. ما هم دنبال زن خوب و نجیب نمیگردیم. تو این دنیا چیزی که زیاد بانوی پاک دامن و آفتاب مهتاب ندیده است. اصلا واسه همین پای مردای خوب و نجیب به اینجور جاها باز میشه. جونم خیلی خوب. بهتره دیگه برگردیم سر کار خودمون. دستتون رو بدیم پدر. دستتو بکش. معلومه که نه. مگه جلسه اولیا مربیان مدرسه هست که دست تو دست هم گیش دادم را بیفتیم بریم؟ آدم که نمیتونه دست باباشو بگیره بیاد اینجا تا مرد بشه. مغز منو کلید نکن بچه. ما که تمام روز وقت نداریم. مادر توقع داره ساعت 9 خونه باشیم. الان هم درست 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه فرصت داریم تا بیا قاطی مرغا. به مادر گفتیم کجا داریم میریم؟ ببینم گمونش من همشین آدم بی ملاحظه ایم. نه غیرم.
بهشون فرمودم داریم با شاخ شمشادمون میریم قدمی بزنیم و هوایی بخوریم. وقتی مامان من نمیبینه شاید نمیتونه. مگه آبل مرغونه؟ قرار نیست صورتت مثل جوت فرنگی خال مخالی و سرخ بشه که. حالا فوقش قراره یه کم کانجنیشت باز بشه و کل پاد یک شالی بیفته از سرخوشی. دست به جنبون دیگه، زود باش پسر. وای دیگه ای واسه مرد شدن نیست. میشه سیبی بزنم؟ ببینم آره دست انداختی، یعنی میخوای با اون 4 تا شیویدی که قراره پشت لبت سبز شه نسل منو ادامه بدی و تولید مثل کنی؟ نه خیرم، اصلا اگه ترجیح میدی این کارو نکنیم ببرمت خونه. به این پیش مامان. مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ سکن تا حرفم تمام بشه. یه فرصت 3 ثانیه‌ای بهت میدم تا حرف آخری تو بزنی. 1 2 2 2.75 الان میام. اومدم. ببخشید جلسه بگرم داریم قایم موشک بازی میکنیم. از دست تو دیوونه میکنی آدمو. پس ببرمت خونه دیگه. ترجیح میدی این کارو نکنی؟ مطمئنی؟ به این پیش مامان همین باشه که اینطور پس برگردیم خونه. همون حقت بتوشی تو انتظار معاشقه از همه درز و دوز علم سبز بشه. آره اصلا میتونی بری تو تشت هموم با قایق کاغذیات قام بازی بکنی تا هر وقت زمانش برسه. این منقرض بشه این نسل من. از دستم ناراحت میشین؟ نخیر. ناامید میشین؟ نوچ. بازم دوزم داری؟ نه نمیدونم چی میگی؟ باشه این کار میکنم. قربونی پسر خوب. این شد ازت دوست داشتم. میشه بازم این کار بکنم؟ چشم و دلم روشن. دیگه چی؟ اصلا نمیشه به جوانای این دور زمانه سفیدی دندوناتو نشون بدی یکم بخندی. نه بردم اینجا ولش کنم برم که. عجبا پدر بلند نظر بودنم مکافاتی ها. یه ساله بود بهش موجود زندگی رفت نمیتونه. شب بخیر آقایون. جام هستی جون چلو وگی زلفان نگاه شراره آتیشی. ای آماده باش پسر زود باش آماده شو. این کن یکی از اون است. اگه از من میپرسی که میگم خود مدیر وقتمون گفته پسر رو خونی گو مثل برس ما میبینی. همینجا بایست من الان برمیگردم میرم اونجا به شهریت باش حرف بزنم. میدم چرا هرچی سیب سرخ میاد نصیب دسته چولا بشه. جان بله مدار نمیشه آموزشم توی دیگه باشه. ای رخت سیاج به تنم بری. مثلا چجوری باشه؟ همگانی خوبه. مگه آموزش تنفس مصنوعی دهن به دهن امدادگری که همگانی برگزار بشه؟ اون دستت باز اون کلاه اجا موندت بردار. من الان برمیگردم. خدا آدم مونده شازه بره و اینجا رو کجا. سلام علیکم خانم شبتون بخیر. میگم که شب بهاری دلچسبیه. اینطور نیست؟ واقعا اینقدر زود بهار اومده؟ آخه من زیاد بیرون نمیام. نه اما شامه من زیادی چیزه. بوی بهار رو از هر جا و هر زمانی حس میکنه برای نسبت هر چی سگه. مدت زیادی که من دورور اینجور چیزا رو خط کشیدم ولی دلم میخواست در مورد یه نکته ظریفی باهاتون سیروب. چه خبره؟ نوش از این ارزونتر در میاد. جنس دست چندم این همه ادا. ببخشید معذرت میخوام. منظور بدی نداشتم. مقصودم اینه که واسه یکی مثل من سیروب قیمت کاملا منصفانه. اما من که واسه خودم نمیخوام. طرف شما یه پسر جوون و بی تجربه است. اوناشم آب دماغش آمیزونه با زاناشم تو هم گره خورده. نرخش همون سیروب آقا. ما اینجا تخفیف ویژه کودکان نداریم جونم. بله میدونم نداریم ولی به نظرم سیروب واسه یه جوان ریغوی 19 ساله رقم زیادیه. میگم ها در مورد 15 رو به نظر چیه؟ با 15 رو براش قصه سیندرلا میخونم. ببین آقا
یه کشتی نروژی امشب میرسه اینجا و من باید زودتر برم روی این موهای قرمزم کلاه گیسپلاندم رو بذارم. حالا بیسپلنده رو ببینه های سیتریلا به کمرک بذاره سبکن ببینم بیا اینجا بیا یه مورد خاصی واسه تخفیف مسک وجود داره. آخه میدونی امروز تولد پسرمه، منم دلم میخواد یه هدیه حسابی بهش بدم. حالا چی میگه خوشگله؟ یه چتر چطوره؟ با خاک به سرم اون چتری و یه نازی که پریشون کردی تو صورتتا بهتر از هر چتری واسه یه گل پسرم. از این حرفا بگذاریم. ببین نقل حالا نیست، اصلا همون 30 سال پیش دوره خودمونو میگم. اون موقع من مشتری خوشگل‌ترین دختر این راسته بودم که بهش میگفتن الکای شیردوش، نه مثل اون همکار سیاه برزنگی بالای پله ها که انگاره قیر ریختی روش و این الکای شیطون برای جیگر طلا همش 10 روبل واسه من آب میخورد. هنوزم همینجاست. اگه اونا بخوای نرخش الان 6 روبله. ای بابا شراب 100 ساله که نیست هرچی بگذره بیشتر جا بیفته. حواس سیرابی هم نکردم خدای من، معلومه که نه. پدر منظورم اینه که جونم پسرم همینجا آماده بمونم. ای خدا باید از همه من و مرگ بگه. یه دقیقه دندون و چیزا گرین جیگره بذار تا معامله رو جوش بدم. مگه نمیبینی در حال خریدم؟ این پسر واقعا دوست داشتنیه، ظریف و حساسه. داستانه خیلی قشنگی هم میگه از شنگول و منگول بگیر تا گبه انگور. من مطمئنم سر جو حسابی گرم میکنه. عوضی نیوردش اینجا جونم. پدر زدم مینزم. خب یکم بود بالا پایین بپر. صبور باش پسر، 19 سال صبر کردی که 5 دقیقم روش شد. ببین خانمی جهنم و ضرر سگ خود اصلا 20 رو خیرش رو ببینی دیگه بالاتر از این نمیصرفه باسم بود. البته این هزینه رو با جون و دل تقبل میکنم تا فرزند دل بندم آموزش های لازم زندگانی رو ببینه. بالاخره پیمودن مسیر علم و دانش هم هزینه های خودش رو داره. واقفم به این موضوع اما ته توانم همینه و اینم به خاطر پسرم ازتون خواهش میکنم. خب قبوله. میدونین شما یه پدر خوب و دوست داشتنی هستین. منم واسه همین براتون احترام قائلم جونم. آخه اگه منم پدری مثل شما داشتم کارم به اینجا نمیکشید که تو خیابون وایسم و با پدری مثل شما سر پول شونه بزنم. مطمئن بودم اینجور جام نجابت وجود داره، فقط من تا حالا به چشمم نخورده. پس شد 20 روبل دیگه بزن قد شپلق. فقط یه خواهش دیگه هم دارم. این دوالت خانمی بخوام وقتی عملیات آموزشی تموم شد شازه ما رو مورد نوازش قرار بدی و یه بوسه پرمهر نثار گونهش کنی و بگی تولدت مبارک از طرف پاپا. تولدت مبارک از طرف پاپا. دوست دارین برای شامم روشن کنم جونم؟ حاجت به شم و بشه و ترقان رو چیزا نیست. باش ملایم و مهربان باشی. این تنها چیزی که براش میخوام محبت و بس. ببین اشکام اومد دمی مشکم از این چه سود از این حرفا. پاپا من بالای پلا منتظرشم. 2 ردیف بالاتر سمت چپ در دوم جونم. دست درست الانی میپرستمش پیت. دخترای امروزه رو خیلی فهمیده تر از قدیم ندیم رو ببینم. منم میتونم بگم مردایی مثل شمان که باعث میشن من به خدمتی که تو شغل خودم میکنم افتخار کنم. اجازه بدین دستتون رو ببوسم. نفهمیدم چی شد. اگر به سوگ من نداشت میلی چرا ماچمالی کرد دستم و خیلی ای شیطون چه کلاس تقویتی 2 نفره میتونستیم با هم داشته باشیم. اما حیف. آنتوشا یا بابا آنتوشا بیا جونم در مدرسه باز شد.
تو هم باید یاد بگیری که چطوری با اینجور آدم ها چونه بزنی. خب دیگه را بیفت، دو ردیف بالاتر سمت چپ در دوم. منم همینجا منتظرت میمونم. گرم نکنی ها. قربونی دارم. بهش چی بگم؟ مثلا چی؟ مثلا سلام. آره سلام خوبه، گمونم خدافظم بد نباشه. اصلا دوست داشتی وسط آموزش میتونی احوال قوم و خویشاش هم بپرسی، اشکالی نداره. حالا را بیفت، طرف منتظرته. پس بدون آموزش؟ با اون پول قلمبه‌ای که به خانم دادم هر سؤال و آموزشی که لازم داری با رسم شکل برای توضیح میده. غمت نباشه. را بیفت پسر، قبل از این که مجبورم کنه پول وقت اضافه هم بهش میدم. باشه پدر، دارم میام. چی شد پس؟ نکنه خانم زیر لفظی به خاطر بایستدی؟ وقتی از اون پنه ها بیام پایین و پامو بذارم بیرون، دیگه هیچ وقت آن توژای کوچولوی شما نیستم. دیگه آنتونی هستم که مرد شده. ممنونم پدر، من رفتم. نفهمیدم چی شد؟ سب کن بزن آتوشا، سب کن. چیه پدر؟ درد بلوغت به سرم بابا جون. میگم یه دقیقه پایین یه فکری به ذهنم رسید. پیشنهاد خوبی برات دارم. میگم تو ترجیح نمیدی به جای کلاس تنظیم خانواده یه چتر خوشگل داشته باشی ها؟ این سال دیگم به قدر کافی وقت واسه مرد شدن داری. نه این خانم فرار میکنه نه تو. اصلا باشه واسه سال بعد. چشم پدر، هرچی شما دستور بدین پدر. این یکی مربوط به سالها پیشه که من جوان بودم. به عبارت دقیق‌تر وقتی 19 سالم بود. تو مکتب خونه عشق نه تنها بی سواد به نظر می رسیدم، بلکه حتی پامو توی کلاسش هم نذاشته بودم. به قدری معصوم و خجالتی بودم که واقعا خیال می کردم از اول خلقت تا اون موقع هیچ زنی به طور کامل برهنه نبوده. به همون ترتیب جرأت فکر کردن به لذت‌های زناشویی هم نداشتم. دیگه اینکه در مورد باروری دلم خوش بود که باور کنم علتش دست دادن گرم و صمیمانه زن و شوهر با هم دیگه قبل از رفتن به رخت خوابه. خب بگذاریم. اما پدرم اون مردی بود منحصر به فرد و از نظر فکری کاملا آزاداندیش. به مناسبت جشن 19 سالگیم تصمیم گرفت که منو با رموز عشق آشنا کنه و چون آدم صرفه‌جوییم بود تصمیم گرفت خودش هم همراهیم کنه تا مطمئن بشه که سر طی کردن قیمت کلاه سرم نمیذارن. ممنونم که داستان منو گوش دادی.